هفته خبر تو خبر داره براتون از دلواپسی‌های زنجیره‌ای عظما که روز به روز بیشتر میشه و همینجوری پس گردنیه که براش از در و دیوار میباره. رئیس جمهور امریکا وقتی خیالش از فروش تسلیحات جدید به کویت راحت شد، در جمع خبرنگاران ایران را حامی تروریسم و بی‌ثبات کننده خاورمیانه خواند. The Iranian regime who support terror groups and radical militias. الان یه جوری شده که آخوندا تا به خودشون میان یه ضربه ای از یه طرفی نازل میشه، دیگه حتی فرصت فیگور و عددوار هم ندارن. از طرف دیگه تله برجام هم اساسی گیرشون انداخته و همش تو حول و ولای این هستن که ببینن نتیجه چی میشه و کار برجام به کجا میکشه. توی این مورد یک انگلت هستش و اون این هستش که احتمال این هستش که این دور پایبندی ایران رو ایشون به کنگره ارائه نکنه، هرچند که ارزیابی شاید نهادهای اطلاعاتی یا تیم‌های امنیت ملی که حالا توی آمریکا هست، خیلی از افراد امنیتی برای این اعتقاد هستن که این کار شاید اشتباه باشه. میخواستند با برجام یه راهی واسه فرار از بدبختیاشون پیدا کنن، اما حالا بدجوری گیر افتادن. تازه جام زهر حقوق بشر هم تو راهه. تنها کاری هم که از آخوندا برمیاد این قرقرای مسخره است. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت گزارش جدید حقوق بشری اسما جهانگیر، گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در ایران را به رسمیت نمی‌شناسیم. آقای قاسمی گفت این شخص با اغراض کاملا سیاسی و گزینشی برخی کشورهای مشخص و با اهداف معین این گزارش را تهیه کرده و جمهوری اسلامی ایران نیز گزارش وی را کاملا مردود و غیر قابل قبول می‌داند. خلاصه این که تو این حال و هوای پس هیچ کاری از چتر اعتدالی بر نمیاد. آخوندا از هر طرف که بچرخن یه چیزی میپاشه بهشون. خب خیلی طبیعیه که تو این وضعیت قاطی کنن و شروع کنن به زیگزاگ زدن. از دشمن دیگه نترسید. با داشتن ولایت دیگه دشمن نمیتونه هیچ غلطی بکنه. جا دارد بترسید، مبادا آمریکا نفوذ کند، مبادا آمریکایی که از در بیرون رنده شده از دریچه بیاید، مبادا خدای نکرده حکومت دینی از دست شما برود. بالاخره تکلیف بسیجی‌ها رو معلوم نکرد که باید بترسن یا نترسن. اگه این اسمش گاوگیجه نیست پس چیه؟ این وسط مشنگ اعظم طبق معمول زده به کوچه علی چپ و شروع کرده به قمپوز درکنی‌های صلح طلبانه. جمهوری اسلامی این افتخار رو برای خودش باید حفظ کنه که علنا صریحا علیه ظلم حرف بزنه، چه این ظلم در مناطق اشغال شده به وسیله صهیونیست‌ها باشد، چه در کشور یمن و بمباران مردم یمن باشد، چه در بحرین باشد، چه در هر نقطه دیگری و چه در میانمار. باید نسبت به اینها جمهوری اسلامی موضع شجاعانه و صریح خودش رو اتخاذ کنه. این عظمای گیج اگه بخواد با این فرمون بره 2 قدم بعد چارچرخش هواست.
در طلسم شکستگی عظما همین بس که این رو آوردن تو تلویزیون تا پیشگویی یکی دیگر رو به عنوان سندی بر حقانیت ولایت سیدعلی به خورد بیننده‌هاش بده. بعد گفت 2 سال اول انقلاب همه ملت ایران مورد امتحان خدا قرار میگیرن. بعد 2 سال یه سید علی نامی میاد رئیس جمهور میشه. بعد من گفتم خب سید علی خودتی دیگه، خودت میخوای رئیس جمهور بشی؟ گفت نه من نیستم اون موقع، یه کسی دیگه است. میاد رئیس جمهور میشه. بعد چند سال که بگذره آقا امام زمان ظهور میکنن. بعد من خیلی برام تکون دهنده بود. بعدش که آقا رئیس جمهور شد بود دیگه بهشون گفتی، این خاطره رو من بهشون گفتم که بچه ها بهشون گفتم. قضیه گلابی خوری های این قاضیپور تو صحن مجلس اونقدر بیخ پیدا کرده و مفتضح شده که مجبور شدن یه مسابقه اختصاصی باهاش ترتیب بدن تا یه جوری ماسمالیش کنن. گلابی نباشیش داشت. اون عکاسام فضولی کردن اینطوری کردن. فضولی یعنی کنجکاوی کرده بود. هلوی اول تو تفسیر کن. هلوی انزیری هم تو دستم بود. 6 تا 4 تا گلابی 2 تا هلو بود. همش هم خودتون میل کردین یا به دوستان؟ بابا زیاد به همه خورده بودن. مردم میخوان بدونن نماینده چقدر بود. 5,800,000 تومان حقوق کامل بدون کسر عوارض مالیات نمایندگان که رزمنده نظام مازه سال خورده میگیرن. یعنی شما الان بیشترین حقوق شما میگیرید. 5,800,000. بعد این که میگن مادام العمره درسته حقوق نمایندگان غلطه، کار بسیار غلطه. الان نماینده مجلس داریم، بقالی داره، نماینده مجلس هم خیابان تاکسیرانه میکند. از اونجایی که دروغ حناق نیست این برای خودش همین جوری میبنده، وگرنه کیه که ندونه تو همین استبل مجلس چه بخوریه. این جوجه تورسیان نظام فلسفه واگذار کردن مسئولیت به مهرهای نظام ولایت رو با یه مثال ساده میگه. یه رفت جا مسجد نماز ظهر که خون بین ظهر رفت استخاره بید، رفت جلو دید پیش نماز یه چش نداره، نگاه کرد دید یه گوشم نداره، بعد دید یه دستم نداره، یه پا هرچی جفت بود یکی نداشت. بی خیال استخارش برگشت اومد گفت داداش این چه اینجوری بود؟ گفت چشه؟ گفت هیچی، بقولی نصف بود یارو هرچی ما نگاه کرد. بعد گفتش که این آخه چشش بنده خدا هیزی میکرد در آورده. گفت پشتش نماز میخونه؟ حالا گفت دستش گفت دزدی میکرد. گفت پاش گفت دنبال ناموس مردم افتاده. گفت گوشش گفت استراق سم میکرد، حرف مردم گوش. گفت پشت سر این نماز میخونی؟ گفت آره اینو گذاشتیم جلو که کفشامونو ندزده. پس هر مسئول بودنی بعضیا رو میذارن یک جایی، اینا بعد جلو چش باشن. ما تو ایران یک کسایی رو داریم اینا رو اگر خدا شاهده صادرشون کنه هر کدومشونو به هر کشوری فاتحه و مملکت رو میخونه. خب این هفته هم مثل همه هفته ها جیغ آخونده از فضای مجازی به هوا بود و طبق معمول اعتراف به ورشکستگی و کسادی بازارشون هم ادامه داشت. منطقش هم اینه ما باید خوش باشیم. ما خشک نیستیم، اوپنیم، آنلاینیم، آپ تو دی، هم کلماتی که شیطان الان رایج کرده. و بعد شروع میشه کسی میشه که نسبت به مقدسات بی توجه، ارزش‌های دینی بیمیل، هیچ کس من قبول ندارم. چقدر داریم الان این شبکه‌های مجازی، این آگاهی، بنده اعتقاد دارم قتلگاه نسل جوان ما، زنده به گورشون میکنه. و این هم نمونه ای از حضور دشمن شکن زنان بسیجی در مسابقات کاراته. حالا به یه نمونه از آموزش‌های آخوندی در تیویریش توجه کنید که قرار جایگزین آموزش‌های سند 20 بشه. میاد از دست مبارک شما یه نیش میزنه، یه مقدار خون شما رو نشان میکنه و در میره. بعد میره مثلا میشینه سر اینجی، شما میگی حالا چون خون منو خوردی من یه بلایی به سرت بیارم، میزنی میکشی. این دیگه خونش نجس نیست.
هرچه خون شد اینجا، این دیگه خون جزء خون بدن خودش شد، انتقال پیدا کرده. اما همینجور که دست مبارک شما داره پشه داره خون شما نشان میکنه، میزنی میکشی. اینجا دیگه چیه؟ نجسه. کسادی بازار آخوندا فقط به عرصه جنگ نرم محدود نمیشه. تو سوریه هم خوردن به خنس. ببینید کارشون به چه روزخونی‌هایی کشیده. واقعا درک این مسئله کار سختی که ما الان وسط یک جنگ تمام عیار هستیم. بابا جمله رو میشه کسی نفهمد که اگر امروز ما در سوریه، در عراق هزینه ندیم، نجنگیم، فردا بعد تو اصفهان و شیراز و تهران و خوزستان بجنگیم. بابا آمریکا مرزهای خودش رو هزاران کیلومتری ورتر آورده. می منافع من اینجاست، شما دست بزنید جنگ میکنن. حالا ما حتما باید بیاد تو خاک ما جنگ بشه، که اگر هم جنگ بشه همینایی که الان مدافع حرمن همینا میخوان برن دوباره جون بدن. سوریه به شما ربطی نداره، تو برو دادا شوتت بزن، چیکار به کارا داری؟ از پای ماهواره میشه میاد میگه اینا پول میگیرن. پول نمیگیرن بابا، الان که از سر حججی هم نوندونی درست کردن و بساط مدعی رو انداختن. بیعت شرف مرده، مرد باش پای حرف وایسا. بیعت شرف مرده، نامرده که برگرده. محسن حججی اینو با خون ثابت کرده. لقمه منطقه خیلی واسه آخونده بزرگه، به خاطر همین هم است که اینجوری به دست و پا افتادن. وقتی از دجالیت و دین فروشی آخونده حرف میزنیم، دقیقاً از چه چیزی حرف میزنیم؟ مشروب خوره 2-3 روز گیرش نیومده بود تو مشهد، معتاد بود به مشروب. 2-3 تا پاتوقا رفتید خبری نیست. میگه حالم خیلی بد بود، توی چهارراهی داشتم رد میشدم، یه لحظه برگشتم گنبد امام رضا دیدم. گفتم اگه مردی بطری مشروب مال ما جور کن، حالم خرابه. میگه تو دل خودم گفتم این فقط کربلا و نجف جور میکنه، این فقط سرطانی شفا میده. وسط چهارراه رفیقی که 10 سال ندیده بودمش بغلم زد. چطوری رفیق؟ چاکری مخلصیم. گفت یه جا بساط جوره، هنوز اهلشی، بریم؟ توی تیویریش بخش پیامک گذاشتن، بعد دیدن خیلی آبروریزی همش افشاگریه، به همین خاطر به مجری گفتن اینجوری رفع و رجوعش کنه. ولی خب به ما گفتن این پیامک ها رو که شما تا زمانی که اتهام اثبات نشده نخونید. بنابراین از این به بعد اگه میخواید پیامک برای ما بفرستید، باید یه مستنداتی بفرستید که دقیقاً مشخص بشه حق با شماست، چون ما خوندیم دردسر شده برامون. مثلا الان گفتن که 5 ماه حق و تدریس معلمای شاغل رو نمیدونم از آخر بهمن 95 تا آخر خرداد ماه سال جاری ندادن، 0913 1264 الان اثبات نشده. ما اینو نمیخونیم. باید مستنداتی نشون بدید، اثبات بکنید که چه کسی این کارو نکرده و اینکه اثبات بشه دیگه. یا مثلا گفتم پول سهام عدالت چرا نمیدن، یا مثلا سهام فلان پتروشیمی رو چرا ندادن، یه سهامدار اینو فرستاده 0912 14 37. اینم الان اثبات نشده دیگه، اینم پس نباید بخونیم. در پایان توجه شما رو به یه دابسمش دیدنی جلب میکنیم از هموطنی که معلومه کودک درونش خیلی فعاله. نبود صندول مندول هپه اندول لطفا باز علی لطفا مامانی در رو تشید باز نتونی لطفا باز ماما آقا داده لطفا تیه در میزنه من